جوانه بدن که آدمای وظیفه‌دار و پولدار بدن آشنا میشدن برادران عزیز چیکار میکردن همون دختر میبردن موزم بلا زنا میکردن ده همون لای بحر میپرتافتنش دم بر میپرتافتنش اینا من در یک کتاب خوانده بودم خواهری مسلمان میبری زنا میکنی گمان میکنی که خواهر نداری او میای هر روز خواهرت زنا میکنه والا دمیا بیوی رو سگیریت سه چهار تا کودکش دمیجا سرگردون و گاوی زنش ویران شده که خدا زاد ازش گشت اونجا تو ایمان قپیدگی تکی ناموس داری ایمان نباشد تی درنده و یه حیوانی خدا میگه اولای کام کل عنام بل هم ازل انسان هایی که خدا دور میشن اینا یتمتعون و یکنون کما تاکل انعام میگه خدا ای شب روز استفاده میبری ای نعمت های خدا استفاده میبری نیکی مانند حیوانی و نار و مسول لهم میگه خدا جایت جهنم دیگه بنده خلانه من شبی خدا استفاده میبره ای روزی خدا استفاده میبره ای نعمت های خدا استفاده میبره نیک او را نمیشناسه صاحب این نعمت ها را نمیشناسه با همون خلزات با راهش نمیبنده با روز قدرش داده ایسای با وظیفه‌اش داده گی با فرزندش داده با موشنش داده گی با موشی میره نوزا میلا زنا میکنه تو گمان میکنی الله تو را ندید است والله تو را دیدگی تای مهلت داد مانده ایسای که بگردی به سوی خدا به خدا قسم جوانایی که درمان میبینیم ایمانش و قبیدگیشون هایی هم بچه هایی که مدرسه هم باید شدگن او را ایمانشون بایشون کردن نگه پیغمبر خدا هم آمد گو که مردم مدینه را در جنگ حنین این مال غنیمت مردمی که نو حلیف بودن نو مسلمان شدگی بودن پول و مالشون داد به انصاری ها گفتن که پیغمبر خدا را که یا رسول الله ما مثال شما از جنگ حنین در این مردمی ما مثال نو حلیف و نو مسلمان شدگی را پول و مال دادین مقصد که ما را این روز ندادین و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبرشون نکشید به فیراد کرد مردم انصار دو قسم به خدا اگر هجرت نمیشد فهمیدی من در وادی انصار به هر جایی که انصار باشن من در همون وادیم این دوست داشتنی انصار گفت از ایمان ای بغض انصار از نفاق ای گفت ای مردم انصار گفت شما میدونید مردم قطیشون چی میبرن پول مال میبرن شما میدونید قطیتون کیا میبرن پیغمبر خدا را میبرن مردم انصار گریان شدن گفت دعا که یا رسول الله ده حق مون ده حق خودشون ده حق زوریه هاشون دعا کردن مردم انصار ده حق شو پیغمبر دعا کرد گفت شما قطیتون چی میبرین گفتن او قطیشون مال بردن شما میدارین شما سید المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برده شدین انصار گریان شدن گو آیا من نآمدم که شما گمراه بدین خداوند به سبب من شما را چی هدایت بخشید آیا من نبودم پراکنده شدین من آمدم شما پراکنده بدین خدا به واسطه من شما را جمع کرد آیا من نآمدم که شما کم بغل بدین خدا شما را بای گرداند با واسطه ایمان نداشته باشی بای نمیگردی زناکار بای نمیشه از زنا و یورث الفقر گو پیغمبر زنا فقیری و بدبختی را میاره به سرت گمان نکن که اگه زنا کردی آدمی زوری تو والله پول ایت میگیره همین روز پول نداشته فایشه بسید نگاه نمیکنه به خدا او پول خدا داده است یکی آدم پول دهنی فرزنش میبره خدا زده زنا میکنه والله تو ایره به سرت میآیه خواهری مسلمان میبری زنا میکنی گمان میکنی که خواهر نداری او میآیه هر روز خواهرت زنا میکنه والله حالی در همون خرنگون دو دختر که یافتن میگه دو دختر همو بچه ها که بردن زنا کردن وقت ها میگه همو دریا پرتافتن شد کشتن شد من یک کتاب من خوانده بودم 3 نفر میگه 3 جوانه بدن که آدم های وظیفه دار و پولدار بدن آشنا میشنن برادران عزیز چیکار میکردن همو دختر میبردن موزم بلا زنا میکردن ده همو لای بحر میپرتافتنش دم بر میپرتافتنش اینا من در یک کتاب خوانده بودم یک کتاب مصری من هم نگاهش کردم همینجا میگه که همین هر دختری را که یا آشنا میشه بس همین 3 نفر همون دختر نوزم بلا به ترتیب میکردن میکشته بودن بعد همون دایره میپرتافتن سردار همین بچه‌ها همین 3 نفر سردار همین 3 نفر همین بچه‌ها همین کار تشکیل میکنه جوانی پولدار بوده جوانی زیبا بوده هر دختری میدید استش خیزنک مردم همین پول مالا بینه تمام دیگه چه خیلی آخه دیگه میره همون دیگه او فکر اندیشه نشه نمیکنه با برادران عزیز چیکار میکنه
یک روز روزا همین بچه که برادرای عزیز، همین بچه که راهبری همین 3 نفرن، همین روز روزا یک دختر آشنا میشه و میگه به مولای بحر بیا، خودش نمیآید. بس این رفیقاش میگه که هر چی که میخواید همو آمد همو دختر ده حقش بکنید. مقصد تجاوز کنین، کاری بدش کنین، بکشین در دریا پرتینش. همین کار انجام بدین. اگه همون دختره که آشنا شده به همین آدمی که راهبری همین جمعیت آشنا شده برادران عزیز، همون روز همون دختر نمی آید و خواهری همین آدم می آید. خواهری همین آدم ها امر تقدیر نگاه کنه که خدا تو گوش میکنه ده که کردی یا در یک کسازه در تمیزند. من در قلبا بس همین جوابه در یک کسازه انتظار شد در تمیزند. همون روز همون دختر ای خواهری ای بچه نه، همون خواهر او دختره خواهر این بچه میآید. با میگیرن جورهاش میگیرن نوزنبیلا چیکارش میکنن، زیناش میکنن، آماده در دریا پرتافتن میشن که همون بچه حاضر میشه. میام میبینه خواهرش میگه به انصافای به وجدانا چیکار کردی؟ میگه فرمان خودت بود. میگه آنچه کردی برای خودت میکنی، در مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوزی جو. غافل نباش ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. تو گمان نکن که تر خدا ندیده است. والله تر دیدگی تای به یک روز رماندگی تای، به یک روز رماندگی که توبه کنی به گناه نرای، به گناه نرای. یکی از همون در بصره امروزه عراق یک شیخ بود به نام میسک نام داشت. شیخ میسکش میگفتن. همین سفید بود، همین بوی مشک انبار میکرد. هر کسی که میگرفتش قچاقش میکرد شیخ میسکش میگفتن. بسیار شیخ میسک بودن. بعد ایرا پرسیدن این محمد ابن سیرین است برادران عزیز. به نام محمد ابن سیرین همین تعبیر خواب همین آدم بیان میکنه. کتاب داره برای تعبیر خواب. همین محمد ابن سیرین همین مسافید بوده، همین بوی مشک انبار میکرد. با گفتنش که شیخ تو چوی بوی مشک انبار میکنی؟ او قصه طولانی ایو. گو یک قصه کنم. او آدم گو یک قصه کن. گو قصه کنم. گو بله گو پدرم در بازاری بصره گو یک دکان کشد. یک بازارم در بازاری بصره گو یک دکان کشد. جوانی زیباترین من بودم. گفت جوانی زیباترین من بودم در بصره. من جوانی زیباترین همین محمد ابن سیرین بوده. و میگم یک کمپیر اومد همین مطعم خرید. گفت سینم که همین رو همین بچه جان نمیبری به همین خونه ما. این زنک بد اخلاق بوده. کمپیر یک دختری فاحشه داشته میبرده این مردم نوزنبیلا به همون زینا میبرده. فهمیدی؟ و این محمد ابن سیرین نمیاره خیلی آدم اولیای خدا خیلی میارش که همین درون خونه میدورش در عقل میکنه در او. و میگه همین محمد ابن سیرین میگه آمدم همین ازی که کراوت آورده میگه سری رو آورده کم دست ما قپی نمیدختم. همین دیدم که جوانی زیبا دست ما قپی میخواست که نیتی بد کنه که و میگه گفتم که قضای حاجت دارم. و میگه خیلی سرم داد. گفت خیلی حاجت خونه میجا و درم قضای حاجت کده همون اخلاقای خود همین محمد ابن سیرین در بدنش در روحش در تمام جسد شکیده برو اومده. نگاه کنید همین برو اومده که این دختر دیده این دیوانه را سینی اوچش گفته که جا آوردی همین زده سرش کده. با گریان خانه برو محمد ابن سیرین گفته خدا همین پلیده با پلیدی نجات یافتم. این دختر پلید بود با این پلیدی خب من نجات دادم. تو میگه محمد ابن سیرین میگه آمدم خانه سر رو ما شستم و تازه کم خدمه رفتم در بازاری بسته سودا کم شاگو خواه دیدم یک مرد نورانی آمد. همون جاهای جسدم شکیدگی را همش به دستای مبارک شکید. گو مانند یوسف پسر یعقوب علیه السلام میگفت تو از گناه گریختی. تو گفت این بوی مشکبو از همونجا در جای همین بوی بد بوی مشکانبر برای من عطا کردگی هست. ببینید قدرت های الله را این به خاطر خدا از گناه گریخت. شیخ مسکش میگوتن در کوچه های بسته شیخ مسک یا شیخ مسک میگوتن. من میگو شیخ مسکم آخی از گناه گریختم خدا من همین خیلی فضل و کرامت همین حضرت یوسف علیه السلام تعبیری خواب میداد. حضرت همین محمد ابن سیرین هم یکی از تعبیر گروهای چه خواب است. برای چی؟ از گناه گریخت.
و اما من خاف مقام ربه و نهى نفس عن الهوا فإن الجنة هی المأوا. کسی که در مقام الله ایستادن پیش رو بیاره و کچ از گناه بگریزه جای او جنتی هست. این مردها مردای جنتی هست. یوسف علیه السلام هم از گناه گریخت. هرچند زلیخا از قفاش دوید گو من برای خودم زندان بالا میدونم و به گناه نمیرم. یوسف علیه السلام 7 سال در زندان ایستاد دیگه به گناه نرفت. نام یوسف خدا عزیز گردانید. زلیخا از قفای نفس رفت خارج کرد. کسی که پیروی الله میشه او را خدا عزیزش میگردونه. کسی پیروی نفس میشه او را خارج میگردونه. اما طرف قصه یوسف و زلیخا آیا نمیبینید در قصه یوسف و زلیخا حضرت یوسف علیه السلام عزیزی مصر خدا قرار داده، زلیخا را خارزارش گرداند. اینا در فیلم شما دیدین، خارزار میده پای میده بالا. همین انسانی که پیروی الله شد او عزیز شد. هر جوانی که پیروی الله شد او جوانی زیبا، جوانی عزیزه. او جوانی است که در دنیا هم شرف داره، در آخرت هم دیسکمن شود، نرکمن شود، زیناکار شود والله در خانهش ویرانی می آید، در فرزنداش نحسی می آید، در عمرش بدبختی می آید و رو در دنیا و آخرت رسوا می شود. و اما او جوانی که مانند شیخ مسک در جوانیش از گناه گریخت، در پیریش بوی مشک عنبر میکنه. برای همی برادران عزیز تا میکنیم که پروردگارا ما را پیروی بزرگوارها بگرداند، والحقنا بالصالحین نصیبمون بگرداند، با همه بزرگان ما را محشور بگردان. پیروی پیغمبرت حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، پیروی اصحابت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، اصحابش میگن تمام اولیاء و انبیا را پروردگار ما را به همراه اینا محشور بگردان. پروردگار این مادری عزیز که مهربان ترین مهربان ها مادری، من احسن الناس به صحبت پیغمبر خدا 3 بار پرسید. اموکه گفت بهترین انسان کیه که من هم با او هم صحبت شم؟ پیغمبر خدا گفت اموکه مادرتای. بار 4 به ابوکه گفت پدرتای. اول 3 درجه این اسلام رو ببینید مقام زن چقدر بلند برداشته. 3 بار مادر گفت و به بار 4 پدر گفت. برادرها واقعا انسان کی صغیره میشه؟ هم وقتی که مادرش ای دست بتیه. پدر هرچند که نباشد ای آدم دور مادر، یک آغوش مادر باور کنیم برای انسان آرامی میبخشه. مادر که وقتی انسان ای دست میتیه با میفهمه جای مادر که خالی میآوه میگه یا ای الله من عزیزترین کسب از دست دادم، دروازه جنت از دست دادم. دروازه جنت مادر پدر هر کسی میخواد. پیغمبر خدا گفت دروازه جنت بقپه گفت میخواد دروازه جنت ترکش کنه. گفتن دروازه جنت چیه یا رسول الله؟ گفت مادر پدر اینا دروازه های جنت هست. ابو دردا گریه کرد. گفتن بچت مرده گریه نکردی؟ برادرت گریه مرده نه، زنت مرد گریه نکی؟ پدر مادرت مرد گریه میکنی؟ گفت برای آنکه دروازه های جنت از دست دادم، برای همه گریه میکنم. اینا دروازه های جنت مادر پدر، دروازه های جنت های. جوانان عزیز پدر مادرها را، کلانها را، بزرگها را، همسایه ها را احترام کنین. یک روز همه دنیا بگذارین مردم چلیک حسرت بگردن که کاش که همه آدم یعنی همون روز برای مردن ما و شما مردم چلیک حسرت بگردن که کاش همه آدم دنیا نمیگذشت. به ما لعنت نخوانن. پروردگار ما را کسی بگردان که بعد مردن ما مردم چلیک حسرت بگردن کاش که ما همین آدم از دنیا نمیگذشت. پروردگارا این مادری عزیز باز قبش پر نور و جاش جنت بگردان و این خاندان سبب جمعیت ما شدن. پروردگار عمری درازی با برکت و سعادت هر دو عالم به این خاندان نصیب بگردان.